گاه در گوشه های شهر دوشنبه چنین اعلان ها پیدا می شوند. آنها را یارمارکه جای کاری می گویند و کارخانه ها و بیشتر از همه اداره های دولتی کارگر می جویند. من در شبکه برقی کار میکنه، 7 فرزند داره. مادرش 93 سومون چی میگیره؟ من همین نفقه. وقتی معایب گروه دیم کار کرده نمیتونم. من هم یک جای کار میکنم که خیلی اگر یکان جایی چی باشه. یکان چی خیلی اردم شما یکان چی. با شناس شدن به اعلان جای کار میدیدیم شهروندان حیرت زده از آنها دور میشوند. نه اگر که بوکی ناز زندگی کنو نمیرسن، البته رو نمیرسن. با برابر خواندن اعلان پی خواهد برد که چرا مردم با امید به آنها نزدیک و با احساس نامعلوم از آنها دور میشوند. نه با لباس میرسد، نه با خوراک، نه با یگون چیز دیگه میرسد. معاش محک تشویق و کفالت دریافت کارگر است که توضیح دیگری را نمیخواهد. با هزار تشویق هم نتوان آن را جالب ساخت اگر برای طالب کار نفارد. 400 сомон маош аз назари ман номақбул аст. Зиндагӣ бо он ғайриимкон аст. 1000 сомонӣ боз каме ҳам бошад беҳтар аст. Агар танҳо бошӣ ё дар оила 2 нафар бошад, имкон дорад. маошҳоро медиданд و کتف در هم میکشیدند و میگفتند به امید آمدند و گویا چیزی را ندیدند. پیشنهادی که معنی هیچ را دارد، حتی 700 سومانی هم باشد. خیلی آدم بسیار خرید فروش دارد، زندگی دارد، برق دارد، آب دارد، راهکیرا دارد. بسیار دیدم من شیای زندگی هست که 700 سومون به هیچ نمیرسد. مزد مهنتی بلندترین را شرکت نساجی تاجیک پیشنهاد میکند که 3000 سومانی است. این یگانه رویخط است که میگفتند معاششان تا اندازه مطابق نیازهای زندگی امروز است. در اینجا اگر آدم با کمش 1500 1600 سومانی اگر معاش بگیره، بعد زندگیش بعد شرطی که 1 یا 2 فرزند داشته باشد، در اون حالت میتونه که زندگانیش پیش برده بتونه. بر طبق این رویخط ها کسب‌های قیمت در دوشنبه دوزنده، دیزاینر و الکترونیک است. شاید الکترونیک گفتم مهندسی دستگاه‌های رقمی را در نظر داشتند. کسبیت من بیولوگ است. لیکن در اونجا وکانسی درباره بیولوگ ولی ما نو اومدیم نو شناس میشیم. 400 سومون. بسیار فکر میکنید که این بس است برای بیولوگی که تخصیص نه البته. بازی در 400 سوم در کجا در کی میرسه؟ در یک خودی آدم تا خش نمیرسه. با همین نرخ بیمارستان و شفاخانه های دوشنبه طبیبان را برای کار دعوت کردند و مزد مهنتی آنها از 400 سومانی تا 700 سومانی پیشنهاد شده است. اکو یگان سوم درآمد دارن، اگر با 425 سوم یگان زندگیش نمیبره. اگر ما بریم مثال معاشگیر باشه یا نفقه خیر باشه، زندگیش تماما پیش برده نمیتونه. این که با نظر داشت درآمدهای علاوه‌ای معاش طبیبان چنین پست پیشنهاد میشد، فکر تنها این مرد نبوده است. که دکتری حضوره همون گپش سومه. 600 سوم زیاده. به سراغ کسانی رفتیم که در دانشگاه طبی میخوانند. خواستیم اندیشه های آنها را درباره مزد مهنتی که در یارمارکه های جای کار پیشنهاد میشوند بپرسیم. 5 سال میخونید با پستیوای اردیناتورا میخونید. договорش داشته 1000 قسمی سپورید که میتونه بروردن در اولی کفصد نمیرسه. زلاله میگوید کلینیک خود را باز کردن بهتر از آن است که با معاش 700 سومانی کار کنی. ساکنان بر این اندیشند که یارمارکه های اداره های حکومتی نمایش بیش نیستند و عادتا در آنجا جای کار خوب پیشنهاد نمی شود. اگر میرسید اینجا اعلان وای نمیکردن، نمیبردن. باید که بیشتر میشد اگر بسیارتر میشد. نبودن جای کار از مشکل عمده مردم تاجیکستان است. اقتصاد ضعیف نمیگذارد و از بهبود یابد. بیش از 1 میلیون نفر فقط در روسیه مهاجر کاری اند.